نمی حکمت انشالله انشالله ما حکمت یعنی روزا دیدگیم اولی ما را چی عیب دور میکنن ما گپ میزنیم تروریسم میگن اکستریمیست تروریسم ما را شما میکنین امروز ما که برآمدم گپ مرا که نگرفتین مرا که طلب نکردین من مجبورم تروریست شم تروریست خودش معنی کلمه انگلیسی معناش با ترس آوردن بر ارز آوردن من مجبورم که بگم تروریست شم وقتی که مرا گوش نمیکنین ما امروز در اینجاییم ممکنه که امروز مرا برام تگای رو محکم میکنن و گوش کنن میگم نه برادرای شیشه نه که من باوری کامل دارم که نفرای که نو خفاتر زدن یعنی که شما پیروزی را میبینید ان شاء الله با خدا نه ترسین برادر فقط متحد باشین یک جای باشین که مرا اون کس کار گفتن نه برادرای تو که هستن در ارمیه افسرا و سربازایی که هستن دعوتشون کنید بفهمونیشون که زید مردم نخیزن زید مردم نخیزن با میگم که هیله و مکر هیله نمی حکمت ای پیش اول کودکو را روی میکنن که تو نم کودکو چی شوند و قتل برسانه مردم قهر بخیزه زید یمین نفرو همین برای همین برادرای همه فویش دعوت کنین سربازا و افسرا را برسونینشون به نمونه از افسرا بفهمونینشون تلفنی اس ام اس هر راه دارین برسونین با میگم که اولش از خدا بعد ای خود ما وابستگی داره که در وطن ما جنگ برادرکشی نشوه همه ما زید جنگ برادرکشیم و الله قسم ما زیدیم نمیخوایم که جنگ برادرکشی باشه و همین خاطر برادرها دعوت بازم دعوت سلام و ما از اول مردم دعوت کردیم فقط برای آسایشتگی ما هیچ وقت خون نمیخواستیم ما هیچ وقت جنگ نمیخواستیم امروز ما جنگ نمیخوایم امروز ما مردم میگیم که بخیزین قیام کنید تا سر راه جنگ ما بگیریم چون که جنگ همه وقت رحمانوف میخواد فقط به آسایشتگی ما دعوت کردیم عاقبتش چی شد مقصود ابراهیم فا کار زدن 17 سال زندانی کردن عمر علی قوت فا قتل کردن این برادرایی که شما میبینید اینا همش در زندان هستند اینا همش در زندان هستند یگان تای زندان ندیده بود کسی بسنی حاجی عمر تیر زدگی نبود کسی فرزندی را زهر دادگی نبود کسی مقصود کار زدگی نبود پس این معنای چی را میته اینا زیدی ظالم که گردن کار خوردن کشته شدن زندانی شدن این معنای را میته که در همه ای کار دستی خونالو و زهرالی رحمانوف نه یگان کسی دیگر و تمام قوا و مکر حیله خود را صرف میکرد تا صد راه مردم شود در هر منطقه‌ای که مردم میخواست قیام کنه علیه رژیم رحمانوف در حال برای یک عملیات علیه کوکنار یا قاچاق و غیره برنامه‌ریزی کرده به اوجا روان میکرد افسر و عسکری خود 3-4 هزار مردم اون منطقه را سرکوب تیرباران میکردن و شخصیت‌های معروف و وطن‌دوستان اون منطقه را میکشیدن کنج زندان یا به قتل میرسوندن این رژیم ظالم برای دیگر نمیتواند کرسی خودش محافظت کنه و یگانه راهی که باز یک چند سال دیگر حکمران باشند یک راه دارند که از روی برنامه‌های تهیه شدهشون باز یک جنگ دیگر تشکیل کنند در داخل وطن رحمان همه نمود ظلم استفاده بود به سر مردم کشتار، لط کوب، کشیدن ملک مردم در زندان ها عذاب شکنجه فروختن پارچه‌های زمین وطن ما خلاص همه نمود ظلم به مردم راه دید ما مردم خاموش بود بالاخره چا کرد رحمانوف چنگال زهرالود و خونالود خودش به دین ما به دین اسلام زد سببش این است که چقدر گفتیم جنگ میخواهد بچنی عملش میخواد که توجه مردم رقیبای سیاسیش و از جمله گروهایی که علیه نام تروریستی و اکستریمیستی گرفتن به سوی خود کنند تا دیگر کشورها را در مکر خود را ورده به کمک خود فدا کنند این مکر حیله‌اش این یگانه راهی است که برای رحمان کرسی خود در حالت جنگی حفظ کنه چون که همه وعده‌های به خلق دادش پوچ خالی بود و یگان وعده خود عملی نکرد سبب عملی نکردنش عیش و عشرت میخورگی به مسئولیتی خیش و تباربازی در فکر ملت وطن نبوده و به ناموسی است در آینده ما را چی انتظار است در آینده در پیش در ما خیلی خطرهای بزرگ مردم ما را وطن ما را انتظار است با شاید که مثل 90 سالهای 90 شاید از اون بعد شود این سناریو که کشیدگی این سناریو حکومت یا نمیروزه سناریو حکومت یا نمیروزه حادثه‌های رشت حادثه‌های پامیر همه یه را تهیه کردگی بود حکومت یا نمیروزه
هر جا میدید که مردم ناراضه، مردم یا لیدر داره، اینا چیکار میکردن؟ اونجا بهانه میکردن یا برنامه کوکنور 2010 کوکنور 2015 کوکنور 2040 بالا و بهتر میبردن. چیکار میکردن؟ 3000 سالدات هم میبردن، اول میپرستن در صف پیش سربازا یا شمیمونن که به قتل رسونده شوه شتاب مردم زید میگو بخیزن شو کنه اون نفرایی که طرف مردم عزت حرمت داره اونا را نابود کنه تا که مردم از پس با قیام نکنه. این تاکتیک امروزه رژیم حکومت امامعلی است. انمی تاکتیکش هم حاضر بوده است. با ما میگم که در آینده در پیش ما روزای وزمی است. وزمی به حد ممکن خونی بسیار شود، فقط سر راهی را که گرفته میتونه خون از کدام حساب میشود. باز طرف خواجای هم خارجیش میدوام میرود، طرف خواجای خارجیش میرود. تروریستان میان اکستریمیست، یگان تروریست اکستریمیست نیست، تروریست اکستریمیست خود شما است، خود حکومت امامعلی رحمان فاید قطعی رژیمش خود چای سر راهی را فقط ما یخل گرفته میتونیم. متحدی مسای مردم باید که ما سرجم شیم، متحد شیم. این سر راه یعنی خونی که در آینده پلان دارن که خونی مردم ابرزونه برای که یگانه راهی که امروز باید حکومت چه بقفه به نمی راهی جنگ است، به دیگر راه قطعا نمیتونه حکومت شه. باید ما مردم متحد بشیم سر راهی بالایی که به سر مردم ما را میاد، به سر وطن ما را میاد، باید ما سر راهی را بگیریم. اگر نگیریم والله قسم ما هممون پشیمان میشیم. اگر که ما عمل نکنیم شاید نفرای پیدا شوند بگن که شما عمل نکنین فیلم دارم میخوام بسن نه این آینده ضرر داره، به فرزندای ما ضرر داره. ما بدنام شدیم، ما روزی بعد دیدیم. امروز پدر و مادرای ما از جوان 18 ساله سرکردگی تا 50 60 سالگی در بیرون وطن غلامی میکنن. مسافری که 60 ساله باید که در پیریش راحت کنه، امروز عربه در دست شاید که کوچای روسیه را میروه. مادر خواهرای ما که از شرم پاش از دروازه بیرون نمیموند، امروز میره در ملک روسیه خونه نامسلمان را تازه میکنه. مادر خواهرای ما را سطراشون نگرفتن، میگه که لباس سیاه شما تاجیکستان رنگ متهم زده میکنه. اگر لباس سیاه و متهم زده کنه تر متهم زده نفره برای چی برق نمیتی مردم در تاجیکستان شما رنگ متهم کنه کداییه، تاجیکستانش کداییه. این برادر ما درآمد قیام کرد، مردم دعوت کرد، حکومت گفت به خونریزی برای خوبی ببروین، مردم بتین، مردم ظلم نکنین، حکومت در دست مردم بتین. نیت ما چی بود؟ نیت ما فقط استعفای رژیم امروزه را ما طلب کردیم به یگان قطره خون. شما الله شاهده، ما در همه جا برآمدیم به قطره خون. شما میتونید این را دریافت کنید، ثبت را دریافت کنید، ببینید، تماشا کنید. ما روشاد آزاد گپ میزدیم به قطره خون برطرف شین، حکومت در دست مردم بتین. نیک چیکار کردن؟ برزیدی ما چیکار کردن؟ اینا امروز ما به شما میگیم یک کم دیگر مونده است.